شما به VPNتون اعتماد میکنین که حریم خصوصیتون رو حفظ کنه، ولی آیا به لوکیشنی که ادعا میکنه هم میتونین اعتماد کنین؟ بیاین با هم یه نگاهی بهش بندازین. فرض کنین VPNتون رو وصل کردین به باهاما. خب، آدم فکر میکنه ترافیکش داره از یه جزیره خوشگل تو کارائیب رد میشه، درسته؟ ولی آیا واقعاً همینه یا قضیه یه چیز دیگه است؟ خب، بذارین همین اول کار یه آمار تکون دهنده بهتون بگم. یه تحقیق بزرگ روی 20 تا از VPN های معروف نشون داده که 17 تاشون، بله، 17 تا از 20 تا ترافیک شما رو از یه کشور دیگه رد میکنن، نه اون کشوری که ادعا میکنن. این یعنی یه چیزی حدود 85%. واقعاً عجیبه. خب این چطوری ممکنه؟ همه چیز برمیگرده به یه مفهومی به اسم موقعیت مکانی مجازی یا virtual location. فکر کنین یه جورایی مثل یه آدرس واسط است. شما بستتون رو به این آدرس میفرستین، ولی اون از یه جای کاملا متفاوت پستش میکنه. خب حالا این موقعیت مکانی مجازی دقیقاً چیه؟ خیلی ساده است. یعنی اپ VPN شما و اون آدرس IP که بهتون میده، میگن شما مثلا تو کشور الف هستین. اما وقتی با ابزارهای دقیق شبکه اندازه‌گیری می‌کنیم، می‌بینیم که ترافیک شما داره عملاً از کشور ب خارج میشه، کشوری که ممکنه هزاران کیلومتر اون طرفتر باشه. اینجا دقیقاً همون جاییه که یه شکاف بزرگ بین حرف و عمل به وجود میاد. از یه طرف VPN به شما میگه داده‌هات داره از باهاما رد میشه، اما واقعیت فنی شبکه چیه؟ داده‌هاتون در واقع داره از آمریکا خارج میشه. این دقیقاً یعنی اون چیزی که بهتون میفروشن با اون چیزی که واقعاً تحویل میگیرین فرق داره. خیلی خوب، حرف زدن کافیه. بیایم بریم سراغ شواهد. میخوایم با هم رد پای این داده ها رو دنبال کنیم و ببینیم به کجا میرسیم. اولین ایستگاهمون باهاما، یه لوکیشن خیلی محبوب و مثلا خاص که خیلیا دنبالشن، ولی انگار تمام سرورهای باهاما در واقع تو آمریکا هستن. اینجا چند تا از اسمای بزرگ رو میبینین: NordVPN، ExpressVPN، IPVanish. همه میگن سرور باهاما دارن، اما اندازه‌گیری‌ها نشون میده خروجی ترافیکشون از آمریکاست. حالا مدرک چیه؟ ستون آخر رو نگاه کنین، RTT Evidence. این همون مدرک جرمه. و این عدد کوچیک همه چیز رو لو میده. 0.15 میلی ثانیه از میامی. ببینید، RTT یعنی مدت زمانی که طول میکشه یه سیگنال بره به سرور و برگرده. از نظر قوانین فیزیک محاله که یه سیگنال بتونه اینقدر سریع از میامی به باهاما بره و برگرده. تنها حالتی که این عدد منطقی باشه اینه که اون سرور اصلاً تو باهاما نیست، بلکه دقیقاً بغل دست همون دستگاه اندازه‌گیری، یعنی توی میامی قرار داره. حالا بریم سراغ یه مثال که از این هم عجیب تره. سومالی. شما فکر میکنین به یه سرور تو شرق آفریقا وصل شدین، ولی در واقع ترافیکتون داره از قلب اروپای غربی میگذره. دوباره اسمهای آشنا رو داریم. NordVPN میگه سومالی ولی اندازه‌گیری‌ها میگه نیس فرانسه. پورتون VPN هم میگه سومالی ولی تست‌ها میگه لندن انگلیس. این دیگه یه اختلاف جزئی نیست، فاصله‌شون یه قاره است. خب حالا میرسیم به بخش اصلی ماجرا. این که فقط ما این تستا رو انجام ندیم، شما هم میتونین این کار رو بکنین. میخوایم بهتون یاد بدیم چطوری خودتون کاراگاه بشین و VPN خودتون رو تست کنین. آماده این که VPN خودتون رو به چالش بکشین؟ خیلی ساده تر از چیزیه که فکر میکنین. همین الان میتونین این کار رو انجام بدین. خب بریم سراغ مراحلش. قدم به قدم با هم انجامش میدیم، خیلی راحته. اول از همه VPNتون رو باز کنین و به یه سروری که حس میکنین مشکوک وصل بشین. مثلا یه کشور خیلی دور و عجیب غریب. هرچی دورتر معمولا نتیجه تست واضح تره. مرحله دوم باید آدرس IP عمومیتون رو پیدا کنین. خیلی ساده است. یه تب جدید توی مرورگرتون باز کنین و توی گوگل تایپ کنین What is my IP. اولین نتیجه‌ای که میاد یه سری عدده، اون آدرس IP شماست. اون رو کپی کنین. حالا میریم سراغ ابزار تست. یه سایت خیلی خوب و رایگان برای این کار هست به اسم ping.sx. فقط کافی این آدرس رو تو مرورگرتون وارد کنین. توی سایت ping.sx یه کادر می‌بینین. اون آدرس IP که کپی کرده بودین رو اونجا پیست کنین و دکمه اینتر یا شروع تست رو بزنین. حالا این سایت شروع میکنه از کلی سرور مختلف تو سراسر دنیا به IP شما سیگنال بفرسته و زمان برگشتش رو
اندازه بگیره. و میرسیم به قسمت هیجان انگیز ماجرا، تحلیل نتایج. شما یه لیست بلند از شهرها و یه عدد جلوشون میبینین که با MS یعنی میلی ثانیه مشخص شده. کاری که باید بکنین اینه که دنبال کمترین عدد تو این لیست بگردین. اون شهری که کمترین عدد رو داره، یعنی کمترین زمان تأخیر یا RTT رو داره، به احتمال خیلی خیلی زیاد مکان واقعی و فیزیکی سرور شماست، نه اون کشوری که VPN بهتون گفته. شاید بپرسین این RTT اصلاً چی هست؟ RTT مخفف Round Trip Time یا زمان رفت و برگشته. یعنی چقدر طول میکشه یه بسته اطلاعات از یه نقطه بره به سرور شما و برگرده. خب قوانین فیزیک خیلی سادن. هرچی فاصله فیزیکی کمتر باشه، این زمان هم کمتره. پس اون شخصی که کمترین RTT رو داره یعنی به سرور شما نزدیکترینه. به همین سادگی میتونیم مچگیری کنیم. و این عدد به همون نشون میده که چرا این تستا اینقدر مهمن. توی مواردی که ادعا با واقعیت نمیخونه، میانگین اختلاف فاصله 3100 کیلومتره. این یه خطای کوچیک نیست. داریم در مورد فاصله به اندازه کل اروپا حرف میزنیم. خب حالا سوال اینه که چرا اصلا این اتفاق میفته؟ چرا این شکاف اعتماد انقدر مهمه؟ و در نهایت باید به چه نتیجه‌ای برسیم؟ البته باید منصف باشیم. شرکت‌های VPN دلایل خودشون رو برای این کار دارن. گاهی برای امنیت بیشتره. مثلا برای اینکه سخت افزارشون توی کشور پرخطر توقیف نشه. گاهی هم زیرساختای اینترنت توی منطقه اونقدر ضعیفه که مجبورن از یه مرکز داده قوی‌تر و نزدیکتر استفاده کنن. و خب بحث هزینه و عملکرد هم همیشه مطرحه. پس ببینید، مشکل اصلی نفس استفاده از سرور مجازی نیست. این یه تکنولوژیه. مشکل اصلی نبود شفافیته. وقتی یه شرکت به شما نمیگه که این سرور مجازیه و شما فکر میکنین واقعاً به اون کشور وصل شدین، اینجاست که اعتماد از بین میره. خب جمع‌بندی کنیم که چی دستگیرمون شد. اول اینکه به شعارهایی مثل سرور در بیش از 100 کشور به چشم یه عدد تبلیغاتی نگاه کنین، نه واقعیت محض. دوم، دنبال شرکتایی بگردین که صادق هستن و سرورهای مجازیشون رو با برچسب مشخص میکنن. توی این تحقیق 3 شرکت مالورد، IVPN و وینسکرایب خیلی شفاف عمل کردن و هیچ اختلافی نداشتن. و از همه مهمتر نکته سوم، شما دیگه به تبلیغات اونها وابسته نیستین. خودتون ابزارش رو دارین که حرفشون رو راستی آزمایی کنین. و در آخر همه چیز به این سوال ختم میشه. VPN شما بهتون قول میده که موقعیت مکانی شما را عوض کنه، ولی آیا بهتون قول میده که در مورد موقعیت مکانی خودش راستش رو بگه؟ این سوالیه که حالا خودتون میتونین جوابش رو پیدا کنین.